امروز جوامع بشری مبتلا هستند به همون صفات، منتها با ادبیات دیگر، با شیوه دیگر. همون ظلم اون روز امروز هم هست، اون تکبر امروز هم هست، اون فساد امروز هم هست. میشنوید دیگه توی خبرهای دنیا این چند ماه گذشته جزیره فساد درست کردن. شوخیه؟ فسادهای اخلاقی، فسادهای عملی، ظلم، زور، زورگویی، دخالت، به هر کی دستشون برسه بزنن، به هر کی دستشون برسه هر جا بتوانن چنگ بندازن. بشر همون بشر، ادبیاتش فرق کرده، ظاهرش فرق کرده. سنت جیمز کوچک، یه جزیره 70 هکتاری در شمال دریای کارائیب و 1800 کیلومتری جنوب امریکا. اپستین سرمایه‌دار امریکایی در دهه 90 میلادی این جزیره رو به قیمت 8 میلیون دلار خریده بود. حدود 70 نفر از کارمنداش هم با رعایت محرمانگی توی این جزیره بخشی از تشکیلات اپستین بودند. مکان ارائه خیلی از خدماتی که حتی در فرهنگ باز امریکایی هم ممنوع محسوب می شدن، از جمله بهره برداری جنسی از دختر بچه‌ها. رد پای خیلی از شخصیت‌های سیاسی هم به این جزیره ثبت شد، از بیل کلینتون گرفته تا فرزند شاه سابق بریتانیا ترامپ و بیل گیتس و استیون هاوکینگ و دیوید کاپرفیلد. اپستین با ثروت و ارتباطاتش یک قلعه شیطانی فاسد ساخت. یه بار در سال 1387 با توانی دادستان از چنگ عدالت فرار کرد. با همه اینها گزارش‌های یک روزنامه‌نگار که شامل مصاحبه با بیش از 80 نفر از قربانیان بود، پرونده اپستین رو دوباره باز کرد و این بار به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی. اپستین در سال 2019 بازداشت شد. در بازرسی از عمارتش در نیویورک مقدار زیادی الماس، پاسپورت‌های جعلی و صدها عکس برهنه از دختران جوان پیدا شد. اپستین در مرداد 1398 در حالی که در سلولش بازداشت بود با مرگ مشکوکی از دنیا